سلام، این اولین ویدیو منه. من فقط یک استیکمن سادم ساخته شده از چند تا خط روان، مثل افکاری که تو ذهنت جریان دارن. به کانال خط روان خوش آمدی. بعضی شبها شاید الان ساعت 3 شبه نتونستی بخوابی، چشمات وازه و به سقف خیره شدی و هیچ جوره خواب نمیری. ذهنت پر از فکره، هزار تا خط در هم میچرخن، سوال، نگرانی، خاطره و هیچ راهی برای آروم شدن پیدا نمیکنی. انگار یه طوفانه تو سرت. لحظه صبر کن، نفس عمیق بکش با من. ببین چطور این خطها آروم میشن، به رنگ آرامش در میان، جریان پیدا میکنن، مثل یه رودخونه نرم و روان. من اینجام، یه استیکمن ساده که باهات باشم تو این شبهای طولانی، تو تنهایی‌هات، تو لحظه هایی که دلت میگیره. بیا دستت رو بده، با هم جریان پیدا کنیم. همه ما دلتنگی داریم، وقتی یکی رو دوست داریم ولی نمیتونی بگی، یا وقتی دلت میشکنه. قلب آدم گاهی سنگین میشه و انگار هیچ کس نمیفهمه. اما یه روز به خودت نگاه میکنی، حتی با همه شکستگی ها، با همه زخم ها و خطوط در هم، میبینی که هنوز میتونی لبخند بزنی، خودت رو پیدا کنی و خودت رو دوست داشته باشی. چون تو کافیه دقیقا همین جوری که هستی. اگه این حرفا به دلت نشست، اگه آماده‌ای با هم این مسیر رو بریم، از اضطراب به آرامش، از تنهایی به همراهی، سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن. هر هفته یه داستان تازه منتظرته، از دل برای دل. اینجا دیگه تنها نیستی، ما با هم جریان داریم. خط روان، همیشه جاری. ممنون که تا اینجا بودی، ممنون که همراه شدی. حالا نوبت توه که خط خودت رو بکشی. روان بخیر تا داستان بعدی.